کیخسرو پادشاه ایران به دنبال قهرمانی میگشت تا مزارع ارمنستان رو از گرازهای وحشی خلاص کنه. بیژن پسر گیر پهلوان به شوق اثبات شایستگی پا به میدان گذاشت و خسرو پذیرفت. بیژن سرزمین را از خطر رهانید و این پیروزی آغاز ماجراجویی بزرگ او شد. کنجکاوی از شنیده‌ها و حکایت‌های سرزمین توران پایش را بی اختیار به آن سوی مرز کشاند. او دلباخته دختری زیبا و باوقار شد که آرام و دلربا در میان انبوه گل‌های سرخ و یاس در گشت و گذار بود. منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران، بزرگترین دشمن سرزمین ایران. وقتی نگاهشون به هم گره خورد، منیژه هم کششی ناگفته رو احساس کرد. گویی جهان در یک لحظه ایستاد و زمان در برابر تولد عشقی بزرگ تعظیم کرد. منیژه که طاقت جدایی را نداشت، در جام او داروی خواب ریخت. او با کمک چند صد کنیز بیژن را مخفیانه به قصر برد. چون خبر به افراسیاب رسید که دخترش منیژه با بیژن از نژاد ایران پیمان عشق بسته است، سخت خشمگین شد و به پیشنهاد پیران وزیر بیژن را به بند کشید و در چاه اسیر و زندانی کرد. منیژه از قصر رانده شد و برای همیشه قصر را ترک کرد.